این پادکست یه چوبکاری کاملا دلیه. سلام خوش اومدین به قسمت دوم از چوبکاری سریال اسکوید گیم یا همون بازی مرکب که خب طبیعیه دیگه 9 تا اپیزود بود و ما مجبور شدیم که توی 2 تا اپیزود براتون چوبکاری این سریال رو ضبط کنیم. امیدواریم که تا اینجا چوب خوبی زده باشیم، شما ازش لذت برده باشین. سلام برگشتیم دوباره با بحث بازی مرکب یا همون اسکوید گیم. این نکته آقا من اینجا بگم، این نکته نظر منو خیلی جلب کرد، منتها نه تو اپیزود 3، تو اپیزود 5 به بعد 5-6 اگه اشتباه نکنم اونجا روی دیوارای اتاق تصاویر تمام بازی‌ها کشیده شده. میدونستی اینو؟ نه اصلا هم دقت نکردم. ببین روی دیوارات عکس تمام بازی‌ها هست، اونجایی که همه بازیکن‌ها بودن میخوابیدن و اینا میگن. اونجایی که میخوابیدن و این قضیه از اول بازی هست. یعنی تو اون اپیزودی که تخت‌ها رو جمع میکنن که به صورت واضح همه عکس‌ها رو میبینی، من اینو رفتم پیگیرانه دنبالش و چک کردم. تو اپیزودهای قبلم میبینی تصاویر بازی کاملا تمام بازی رو میگه. خب این یکی از نکته‌های مخفی بوده که کارگردان میخواست لاک کنه تو ما. خیلی هم مخفی بوده، خیلی مخفیه. خب منتها من تیله بازی به بعدو فهمیدم. یعنی فکر کنم تو اسپیس تیله بازی بودیم، تو اتاق که بودن من فهمیدم که روی دیوارا همچین نقاشی هست. منتها به خاطر اینکه تخت‌ها یه درصدی بودن بازم نمیشد فهمید دقیقاً چه بازی هست. ولی وقتی تخت‌ها رو جمع میکنن خب بعد تیله بازی پرش هست دیگه، قشنگ مطمئن بودم قراره اینا از روی چیزی بپرن. یعنی قشنگ مطمئن بودم چیز. این یه باگه خب که حالا چکم بکن که تو هم ببینی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کارگردان میخواد نکته‌های مخفیشو به ما نشون بده. یعنی از اپیزود 1 با فکتایی که کارگردان رو کرده، یعنی اینکه یک آدم بسیار نکته بین و ریزبینیه. این قضیه رو خیلی عقب‌تر هم داره به ما میگه که چرا دارم میگه عقب‌تر داره میگه. یک گریز بزنم، پیرمرده، نقش پیرمرده این چیزایی هم هست که خیلی بولد شده. من گفتم حالا یه صحبتی هم درش بکنیم. پیرمرده از همون اول داستان خب معلوم بودش که این آدم اصلی قضیه است. یه تصویری از پوسترش اومده بود بیرون که تو پوستر اصلی همشون ناراحتن، پیرمرده داره لبخند میزنه. حالا یه سری برداشت هست که این حالا هست نیست. شماره 1 پیرمرده که مثلا بنیانگذار قضیه است. پیرمرده توی لحظه ای که قراره سرشماری کنن بگن که بازی ادامه پیدا کنه یا بازی تموم شه، دلیلی نداشت که خب از آخر به اول باشه، چون نفر آخر اولین رأیو میده. نفر اول گذاشتن پیرمرده که پیرمرده بیاد بگه که آقا این رأی بعد این بازی ادامه پیدا کنه یا نکنه، چون تو اون لحظه نمیتونستن ارتباط با رئیسشون برقرار کنن که بفهمن دستور چیه و دلیلی هم نداشت که بگه نه ادامه پیدا نکنه، چون جزء چون یه ما دیگه داری میمیری و یه ما دیگه میمیری، تنها کسی که جاش اونجا بود تویی دقیقاً. ولی جزء قوانین بود که منصفانه باید باشه. خب این چیزا هست در مورد نکات چیز که پیرمرده چیز، یا یه دونه هست که توی شب قرار تاریک میشه و مردم زندانی بهشون بگیم میرزن به جون هم که همه بکشن. خب پیرمرده با داد و فریادش داره علامت میده که بسه دیگه، خشونت بسه. و وقتی که مثلا شروع میکنه داد زدن چراغا روشن میشه، رفته اون بالا بوده پیرمرده، ولی از اول اون بالا بوده. یعنی میدونسته قراره چه اتفاقی بیفته، چون بازی خودش طراحی کرده. آره یعنی اونجا رو براش در نظر گرفتن و خوشم میدونسته همیشه اتفاق قراره بیفته شب و رفته اون بالا. پس کارگردان از اول ریزبین بوده و این نکته خوبی هم هستش که کارگردان انقدر دقت کرده به خیلی نکات. ولی یه نکته اینجا با عقل جور در نمیاد. فرض بکن تو اون قضیه هستی، خب
بازیای بچگی خودمونم قراره چیز کنم، مثلا بالا بلندی، قایم باشک، یا مثلا گرگم به هوا یا این چیزا. وقتی تو یک سمبولی از اون بازی رو روی دیوار میبینی، تو اون شرایط میدونی قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی با کوچکترین نگاهی میفهم. با کوچکترین نگاهی وقتی مثلا یه دونه در مورد قایم باشک میبینی یکی داره چشم میذاره، دو نفر قایم شدن، خب بازی بعدی قایم باشک دیگه. یا مثلا اینکه سر همین بازی‌ها که میگی 2 نکته است. یکی اینکه از یه جایی به بعد اینا فهمیدن که بازیای بچگیشونه. اولا که هیچ بهره برداری از این نکردن، فقط تا آخرش میگفتن به نظرت یه بازی دخترونه است یا یه بازی پسرونه، به نظرت اینه یا اینه یا اینه، و هیچ کدومشون نبود. آفرین. یعنی هیچ بهره برداری از این نکردن. اصلا چرا فکر نکنم بازی بعدی چیه؟ آفرین. نکته دومش اینه که مثلا تو میگی چراغ قرمز چراغ سبز خیلی تو جامعه جهانی بولد شده، ولی برای تو بولد بود. میگم نه. اینکه خیلی از بازیاش با بازیای بچگی ما ایرانی‌ها اشتراک داره، یه چیز جهانیه یا یه اتفاقیه که با ما ایرانی هست. چرا؟ استوب رقص همون چراغ قرمز چراغ سبزه، طناب کشی بازی بچگی مونه، تیله بازی بچگی حتی باباهامونه. خیلی هاش اشتراک داره. تازه من مطمئنم کلیشون صورت دیگه ای از بازیایی که ما بلد بودیم ولی نفهمیدیم همونه. همین خیلی سمپاته با ایرانی. آره خیلی چیزه. این نکتهاش خیلی چیزای جالبیه، ولی بازم در نهایت من درک نمیکنم چه شکلی مشکلی که تو اصلا بهش فکر نکنی بازی بعدی چیه. آره. به نظر این خیلی باگ بزرگی بود که من به عنوان بیننده دارم اونجا خودم رو جر میدم به زبان سر که بفهمم بازی بعدی چیه. تو مثلا چیز کنی ولی تو اصلا هیچی، یعنی فکر نمی‌کنی. تازه با وجودی که تو این امکان هست که تصاویر رو دیوارا هست، عیناً همونو بازی کردی و واقعا نمیدونم یه ذره با عقل جور در نمیاد. احساس میکنم دیگه یه سری چیزاش انگار خواستن خیلی دیگه نمادین کنن، دیگه خیلی مصنوعی داره میشه از یه جایی به بعد. یا مثلا یه نکته جالب داره، 2 دخترها تو صحنه‌ای که دارن تیله بازی میکنن به هم دیگه، نمیدونم کدومشون به اون یکی میگه که من آرزوم این بود که کاش که میشد من و تو با هم دیگه توی جزیره رویایی با هم دیگه تیله بازی کنیم. بعد میگه یادم نبود یکیون میمیره. آره، جفتشون تو همون جزیره که میخوانن ولی نمیدونن. مسابقه تو یه جزیره است دیگه. جفتشون تو همون جزیره ولی نمیدونن. مثلا یه سری نکته‌های باحال این شکلی چیز کرده. حالا یه سری نکته‌های عجیب غریبی که مردم از تو دلش کشیدن که من اینا تو جای مختلف خوندم دیگه، این دیگه خیلی دیگه اضافیه، که میگن پیرمرده بابای شخصیت اصلیه. چطور؟ یه چیزش که هست مثلا خونه اون تیله بازی، پیرمرده میگه اینجا خونه ماست، که خونه خودش رو شبیه سازی کرد. پسرم میگه راست میگه اینجا شبیه خونه ماست، محلش یکیه. یه تیکه هست مرده همیشه اصلی میخواد بره غذا بگیره، شیر خالی بهش میدن، میگه شیر کاکائو ندارین؟ میگه نه، میگه آخه من نمیتونم شیر بخورم مزه‌م چیزی میشه. بعد که میان کنار پیرمرده میگه حدس میزنم والدینت خیلی تو رو دعوا میکردن. میگه تو از کجا میدونی؟ میگه چون پسر منم بچه بود همین شکلی بود. والدینش دعواش میکردن. یه سری چیزای این شکلی هست. مثلا یه دونش بود که خیلی یه دلیل مردم یه چیزایی پیدا کردن مثلا کرکوریزون، کارتی که پسره همشه اصلی دفعه اول میره تو آبربانک میذاره، موقعی که میذاره اسمی که توی روی کارت نوشته اسم نام خانوادگی چیز، حالا والا کره‌ای باید باشه، من نمیدونم چه شکلی تونستن تشخیص بده، فامیلی پیرمرده است. جدی میگی؟ که این یه نکته است. یا مثلا رمزی که میزنه میگه که من فکر می‌کنم مامانم همیشه تاریخ تولد منو میذاره، اون عدده تاریخیه که پیرمرده تو تیله بازی میگه امروز چندمه تولد پسرمه، که تاریخ تولد نوهه بوده. نه تاریخ تولد خودشو اول میزنه، دوم مال دوم برای دخترشه. آره نه تاریخ تولد اولیه رو پیرمرده میگه. آره متوجه شدم چی میگی. یعنی تاریخ تولد خیلی همچین چیزی کره‌ای باشی اصلا خیلی عجیبه همچین چیزی تونسته باشی در بیاری. حالا یه نکته بگم، من قبلا هم بهت گفته بودم درام باید خیلی قوی باشه که من فیلم درام منو بگیره، یا
بهت گفتم خیلی درگیره احساسات. مثلا فیلمی که 7 نفر از 10 نفر میگن ما اشک ریختیم، من میگم خب میدونی. ولی اون صحنه‌ای که نمیدونم کلمش گامنو بود یا گامبو توی تیله بازی، گفت من و تو فلان همین، به این معنی که صمیمیم و همه چیزمون رو با هم میذاریم. اونجایی که تو خونه داره اصرار میکنه به پیرمرده که بیا یه بار دیگه بازی کنیم، پیرمرده برمیگرده میگه تو رو پسره میگه تو رو خدا به خاطر حقیقت بیا یه دور درست درمون بازی کنیم. پیرمرده میگه پس حقیقت همینه که تو سر نمیدونم گامنوی خودت کلا بذاری. یعنی همش فیلم بود، پیرمرده تو تمام مدت هوشیار بود. اون صحنه واقعا برای من توی این 9 قسمت تاثیرگذارترین و احساسی ترین صحنه ای بود که منو درگیر خودش کرد. واقعا احساساتی شدم موقعی که پیرمرده برگشت گفت که من میدونم تو با من چیکار کردی و این کاری که کردی درسته. خیلی برای من احساسی بود. خیلی برای خیلی همون پیش میاد که تو روز بگیم که پیش خودم که من میفهمم دارید سرم کلا میذاری، ولی من مجبورم از تو مثلا خرید کنم یا من مجبورم که مثلا این چیز کنم، یا اصلا اینقدی دوستت دارم اینقدی میخوام. آره که کوتاه میام. آره این صحنهش خیلی قوی بود و باز موافقم، یعنی نکته جالبی بود. و من بیشتر از همه اینم بگم اگه بهم بگی که شخصیت این سوالو باید فکر کنم جواب بدیم، مثل همون سرقت پول که کدوم و کیا رو دوست داری و اینا، من بیشتر از همه پیرمرده رو دوست داشتم. خیلی باهاش همزاد پنداری کردم و خوشم میومد ازش. تو چی؟ ببین بازیاشون که خیلی خوبه، خب شکی بر این نیست. یه نکته خوبی در مورد همین بازی‌ها بهشون یادم بندازید بگم، منم پیرمرده رو انتخاب میکنم. شخصیت اول داستانم خیلی دوست دارم، با وجود اینکه خیلی باگ بهش وارده و این حرفا، قلوف داره و این حرفا، منتها پاکدلیشون یه جوری نگه داشته تا آخر مسیر و داره همچنان به ما نشون میده که آدم خوبیه، که اینجوری نیستی که خب تو اپیزود 1 به من نشون دادی چه مثلا فرشته‌ای هستی، اپیزود 7 داری جنایت انجام میدی. یادت رفت مثلا من باگی که واسه سریال قورباغه داشتم همین بود دیگه. تو کدوم صحنه رو میگی جنایت؟ نه نداشت جنایت، میگم نداشت دیگه، خوبه پوینتشه دیگه. میگم چون نداشت دوستش داشتم. مثلا تو سریال قورباغه تو اپیزود 1 2 3 اصلا سریال به خاطر اون ماده داری نگاه میکنی، اون مواده داری نگاه میکنی، ولی از 4 به بعد اصلا یادش میره کارگردان که بابا من مواد مخدری دارم، یه داستانی دارم، اصلا یادش فراموش میکنه. اینو دوست داشتم. ولی نه، منم اگه بخوام بگم تاپم کیه، چیزه پیرمرده 100%. 그럼 자네가 날 속이고 내 굿을 가져간 건 말이 되고 حالا یه نکته دیگه هم من بگم، من چشم‌پوشی میکنم از اون که دخترش رو از دست داد، مادرش پاش بریده شد دیگه، بهت بگم که همه بلایی سر اینا اومد و این عین خیالش نمون منفعل مون. آقا قبول، من اینو قبول میکنم. اینو من میخوام بگم، یارو همه چی رو برده جایزه رو، خب چطور میشه که تو این همه آقا خودت نمیخوای استفاده کنی، اون همه آدم دیدی که به ناحق کشته شدن، چطور پوله رو برنشی خرج اونا کنی و نداشتی خرج مامان بورسیه کنی و نداشتی خرج برادر اون چاقو کشه کنی و نداشتی خرج فلانی کنی، بیساری کنی. همه این آدمایی که میدونستی حقی ازشون ضایع شده تو بازی که تو توش بودی، حالا میتونی جبران کنی، آدم خوبی هستی تو همه این قسمت ها، ولی هیچ کاری نمی کنی. این چیه داستان؟
آخه برای چی باید کاری کنه؟ اتفاقا رابین هود میشد من همونجا دیلیت میکردم کل دست سیزن. نزدن به پول چه معنی داره؟ ما نمیدونیم دست نمیزنه. نه دیگه دست نزده بود دیگه تا سیزن 1 دیگه، تا انتهای سیزن 1 2 شروع میشه تو لس آنجلسه. نه والا واقعیتش که نمیدونی، ولی تا اینجا که مثلا دیدیم چون یه دونه چمدون داد دیگه، بقیه پولا رو نگه داشته. بردا خرج کارهای خیر بکن. همون هم نکردی. آخه برای چی بکن؟ من دوست ندارم. ببین کار خیر کردن خوبه، خب منتها کار خیر کردن وقتی خودت جزو همون کسایی که نیاز به کار خیر داری که دیگه فایده نداره. مثلا تو وقتی خودت نیازمندی غذای خودتو بدی به مثلا یه نیازمند دیگه. نه تو به من بگو فایده دست نزدن به اون پول تا روز قیامت چیه؟ این چه فایده ای داره؟ آخه نمیدونیم که دست نمیزنه تا اپیزود 9 دیگه. تا ببین اپیزود 9 خب یک سال بعد ماجرا. یه سال بعد ماجرا ما چی میبینیم؟ یه آدم هپلی که بانک زنگ میزنه میگه آقا تو بزرگترین سرمایه گذار این بانکی، میره اونجا میگه داری یه دستی به من یه 10,000 وون بدی. 10,000 وون بدی. آره 10,000 وون بهم بدی. چیز دیگه، یعنی تا اونجا میبینیم که یارو خیلی پکره از داستان. بعد یک سال بعد میشه میبینیم که دوستمون فرش شیک کچه‌شلوار پوشیده، مو چرا قرمز بود؟ فلسفه مو قرمز چیه؟ نمیدونم. خیلی آتیشیه. خیلی آتیشیه الان. همین قضیه کیپاپ که میگفتم همینه ها. ما نمیدونیم. یه سمبولیه. این داستان سمبول که ببین فکر کنم مد روزشونه. آره یه ترندیه که چیز شده. همون قضیه است که چرا مردا نه. حالا ما تو کشور خودمون فعلا برای ما بی داره مشکل تو کشور خودمون الان خیلی مشکل مردا ضد آفتاب بزنن. فعلا رنگ موی زره باز نشده فکر کنم لولش برام. اصلا تو هایلایت بکنی خطر جانی داره دیگه. قرمز که بگی برو. نمیدونم واقعا در مورد اینکه پوله رو میخواد خرج کنه. اگه خرج نکنه که خیلی فاجعه است. یعنی نه کاش که نمیدیدیم سریالو. اگه خرج این بکنه که اونا رو از بین ببرم که کاش یکم نمیدیدیم. آره آفرین. که چی مثلا آخه چه مثلا چیز خاصی میخواد بخره که اونا رو از بین کجا برگشت؟ از رفتن و از به دست آوردن دخترش برگشت که من یعنی دارم میام سراغ شما و این دیگه هند رد کرد. اصلا ولم کن. اصلا خیلی ولم کن. تو دیوار بود. این چی بود بابا؟ یعنی واقعا بالیوود میذاشتی پا میشدن از سینما میرفتن. یه نکته باحال نظرم جلب کرد. توشون دختر چاقو کشه اولین فیلمی بود که بازی کرده. مدله اصلا بازیگر نیست. خب اولین فیلم بازیش به نظرم خوبه. بازی همشون که خیلی خوبه. دخترم خوب داره بازی میکنه، در میاره کارو. خب و من واقعا خودم باش چیز برقرار کردم. یه نکته دقت کردم که چرا همچین چیزی. من حس میکنم که میمیک صورت چشم بادومیا، حالا چه کره چه چین چه ژاپن، چشم بادومیا به بازیگری خیلی نزدیکه. چرا اینو میگم؟ ببین وقت دقت کردی وقتی تعجب میکنن چه شکلی میشن؟ چش باز میشه. خب یعنی از اون بولد میشه. آفرین بولد میشه. حالا مثلا تو فیلم‌های ایرانی یارو تعجب میکنه. یعنی آره آفرین تعجب کردی. یا مثلا خشمگین میشه، تاش یه ابرو میره بالا، یه ذره چیز گونه افتاده تر میشه، انگار مثلا جزا. حالا نه ایرانی‌ها، فیلم‌های آمریکایی هم یارو مثلا استاتام برمیگره یه نگاه میکنه یه بازو میگیره. خب این چهره است که اینو در همون دیگه. ولی چشم بادومیا عصبانی میشن انگار مثلا دنیا داره خراب میشه، این انیمه ای میشه. ولی برعکس موقعی که میخندن هم همونقدر انیمه ایه. خیلی آخه هات نیست، چون دیدی میخندی اتومات اصلا ایرانی آمریکایی موقعی که میخنده چش جمع میشه خط میشه. آره واسه همون اونا خندهشون اونقدی به چش نمیاد که به قول تو تعجبه. حس میکنم که این پوانه اونا دارن که بازیگر بهتری باشن، چون با ادا اطفاراشون با اون رفتارای که برای خودشون عادیه خیلی نظر تو رو جلب میکنن.
مثلا پسر اولی وقتی متعجب میشه 6 متر میپرید عقب، یه چیزی میگه که واو خدا حالا اون فکر کنم اینجوری سوال نمیکنه، زبان کره رو زیر سوال بردید. کاش که دیگه کره سوال نکنیم. ببین اون نقش اول فیلم، من تا یه قسمتی حداقل اون آخرای کار همش به خودم میگفتم خب این فقط میتونه نقش ساده دل و ساده لوح و یه آدم مهربون رو بازی کنه. آقا اونجا که رفت تو خط هوملس و آدم مثلا یه ذره ریشاش در اومد، آدمی که از همه چی متأثره، 180 درجه فرق کرد. یعنی از یه چیز کاملا کمدی و خیلی گوگلی تبدیل شد به یه چیز یاکوزا. اصلا شمشیر نکشه، اصلا هول چیه الان گردن همه تونو میزنم. خدا از یه چیزایش نباید بگذاریم دیگه. تصویرها خیلی خوب بودن، رنگا خیلی خوبه، موزیکش چقدر خوب بود، موزیکش خیلی گیرا بود. موزیک آقا من یه چیز جالب بگم، داشتم چند وقت پیش تلویزیون به صورت گذری داشتم نگاه میکردم سر نهار، تو بازی مافیا رو دیدی؟ سریال مافیا که ایرانیه، بازی خود مافیا رو با هم دیگه چیزا بازی میکنن. اپیزود شب‌های مافیا آفرین. اپیزود آخرش بود، فینالیستا بود. اینا شب که میشد میخواستم بخوابن، این آهنگ پخش میشد. این آهنگ جدی دیگه، من چون کره میشه پخش میشه جدی میگی؟ اصلا من این شنیدم که قانون کپی رایت که هیچی شرکت کنیم چه بازی. خیلی موزیکاش خوب بود، یعنی همه درگیرشن موزیکاش و استفادهم کرده. چون من این سبک موزیکو تو ژانرای مثلا فیلم‌های ترسناک دیگه آسیای شرق دیده بودم، چون این موزیکا رو اتوماتیک دارن، موزیکایی مثل لالاییای ما برای بچه‌هاشون دارن، دیده بودم که تو فیلم‌های ترسناک دیگه هم اینو استفاده میکنن، مثلا بچهه یا اینجور المان عروسک. این موزیکو وقتی پخش میکنن اتوماتیک تو رو میگیره و این چقدر قشنگ استفاده کرده بود. یعنی خودش نشون دادن یه قسمتی از فرهنگ کره است. خیلی جالب بود اصلا. خیلی نگاه این که کره رو داشت زنده میکرد خیلی بالا بود. و یه چیز جالب بهت بگم، دقت کردی برگزار کننده قضیه وقتی میخواست با اسپانسرها صحبت کنه انگلیسی صحبت میکرد دیگه، یه انگلیسی خیلی درب داغون و ضعیفی داشت که مثلا با یه لهجه انگار مثلا دوبله شده، انگار مثلا چیز نشون میداد که طرفمون آمریکاییه. خب من یه حسی اینجا گرفتم که خیلی غالب بود، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها که آورده بود اگه دقت میکردی ماسکایی که اونا داشتن ماسکای حیوان بود، در حالی که خودشون ماسکای هم آدم بود که فقط هندسی بود. عوامل رو میگی؟ عوامل ماسکاشون هندسی بود، در حالی که اونا ماسکاشون حیوان بود. و این دیده که از آمریکا اینا پول تزریق کردن که این نیروها مثلا تحت چیز بشن، داغون بشن و یه جورایی تسلط دارن و آمریکاییه که بدون همجنسگرایی راستی خواستم بگم لعنتی پیداش کردی، همجنسگرایی داره اتفاقا اون المان اصلا اتفاقا دلیلی هم نداشت. نه که چرا این فقط به خاطر اینکه پلیس مثلا از زیر زبونش یه جوری بکشه بیرون. اصلا چی دور از ذهن‌تر از این که تو بازی که این همه برات هیجان انگیزه رو ول کنی به خاطر 5 دقیقه از پشت ماسک اونقدر تو رو برانگیخته کرده، هم چیزی امکان نداره جز این که بگی یه تبصره از اینه که اگه میخوای سریال بدی اینو بذار تو. نه دلیل باحال بود، میگفت چشات منو گرفت. به قرآن نگه تو فرق چشای اینا رو میتوزید، یعنی 2 خط منو گرفت. من یه دونه چیز میدیدم، یه فیلم ژاپنی بود داشتم میدیدم، چیزم بود خیلی معروفم بود، اسمش واقعا یادم نمیاد، داشت میگفت این فلانی از مثلا دربار قدیمی بود، دربار فلان اومده از چین اومده،
بعد ژاپنیه این شکلی میکرد که کدومه؟ گفت اینه. گفت کدومشونه که همشون شبیه؟ گفت نه بابا اینه. یعنی خودشون نمیتونن تشخیص بدن کدومشون چیه. آره چشای تو منو گرفت. آره واقعا تو چشای تو منو گرفت لعنتی. ولی اشاره البته اینو بگم به این موضوع داره که قشر کثیری از حالا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اصلا همه جای دنیا این احساس برانگیختگی رو نسبت به پورنوگرافی آسیای شرق دارن ها. یعنی اینو بگم که این حالت چه میدونم نمیدونم اسمش چی باید گذاشت، فانتزی، کراش، هرچیه که نسبت به اینا اون حالت تحریک و برانگیختگی رو دارن و به نظر من اتفاقا بهترین جایی هم که میتونست این داستان رو بذاره اگر تبصره نتفلیکسه و قراره تو فیلم بذارن اینجا جای خیلی خوبی بود. بگو چرا؟ چون ما زودتر از این متوجهش نشدیم. پس خیلی قشنگ تو دل داستان نشسته. خیلی تو دل داستان نشسته، هرچند که بازم من نمیفهمم دلیلش چیه. الان که پیداش کردیم اینجوری الانش که میفهمیم که یکی این باز الان اینو ما رد میکنیم ازش که میگیم خیلی خوب نتفلیکس اگه همچین تبصری گذاشته این برام داده. آقا یه دونه صحنه خاک بر سری داره، یه دونه داره، فقط یه دونه داره که کاش که اونم نداشت. تو توالت میره با چیز اصلا چی میرسونه؟ میخواد بعد عاطفی برقرار کنه، حس دراما ببره جلو. چی من نفهمیدم. یه بخش زیادش که اسپویل بود. میدونی چرا؟ میگه که اگر به من خیانت کنی بدون که من میکشمت. و از اون صحنه از تو همون توالت به بعد تو میدونی که این مرده به دست این زنه کشته میشه. آفرین. این دیگه آخرت فیلم ایرانی نه هندی نه اصلا چی بگم، خیلی بده دیگه. اسپویل بدیه. زن هم زنده بمونه تا آخر. آره. این مسابقه رو نرو اینجا فلان شو، یعنی تنها کس آویزون مثلا تا آخرم اومد. خیلی چه خوب. اون که خیلی بعد تازه شیشه هم باور کن رد میشد. اون پل شیشه ایه خودش میخواست انتقام بگیره یارو رو انداخت پایین. اون زنه چرت بود. اون صحنه هم واقعا چرت بود. هیچ دستاوردی اون صحنه نداشت، یعنی نه بار عاطفی داشت. اگه من الان تو نماوا سانسورش کنن یکی ببینه هیچی از دست نمیده. اتفاقا یکی از دوستام داشت میگه آقا من نتونستم دانلود کنم، بعد یکی از این پلتفرما دیدم. بعد داشتیم حرف میزنیم که خب اگر اینو اینجوری دیده و سانسور شده شو دیده، نه اون صحنه کلا سانسور شده این سریالو دیده، چه اتفاقایی ممکنه بیفته؟ چون خیلی وقتا مرگباره. یعنی یه جوری مثلا یارو توی اون فیلم چی بود تام هنگس بازی کرده بود خیلی معروفه، یه خود سندروم داره چیز کسبه نه اونی که نه ای بابا فارست گامپ. تو فارست گامپ میدونی که تام هنگس رو ثبت نام که میکنن تحت تاثیر تلاشای مادره که یه اصرارایی به ناظم میکنه. ناظم تحت تاثیر قرار میده که آقا این بچه رو تو مدرسه آدمای معمولی اسم نویس، نمیخوام ببرمش مدرسه استثنایی. بعد یارو اومده بود توی این پلتفرما دیده بود، بعد میگفتش که مگه به خاطر هوش و استعدادش اونجا پذیرفته نشده بود؟ نه بابا اصلا عموی سوباساس آفرین. بعد این قضیه هم اینجا همینه. مثلا اگه کسی اون صحنه رو نبینه سانسور شده فلان اینا، میگه که خب تو اون صحنه این چرا اینو بغل کرد خودشونو انداخت پایین؟ سوال میشه برات. ولی اونجوری نیست که بگی من دست دادم ترکی رو نفهم چی میشه. هیچی اصلا برای 90% که اصلا من همش رو نفهمم چی میشه. بازی ها رو ببینیم بریم. بازی رو ببینیم واقعا اون یه تیکر نفهم بدوش پیچ چیزی نداره. یعنی خلافکاره خودش یه نقشی داره، دختری که خودش هیچ نقشی به نظر من نداره. دختره درجه نابودیش اینه. کاش یا می‌خواست یه پوانی به خلافکاره بده، می‌خواست موقع عقد قرار داد. آره اگه بیای بازی کنی. نه این سکانس رو بذاری من 100,000 وون کمتر میگیرم. آره آخه کاش که مثلا تاپ 10 کره بود. نه نفر تاپ 900 فیلیپین.
به اون قضیه آمریکایی بودن، خب که اینا با حالا من که اصلا لهجهشون رو دوست نداشتم، مثلا اصلا نمیدونم همشون هم آمریکایی نبودن، همش اصلا هیچ کدومشون مثلا آمریکایی نیستن، کره ای ان زیر ماسکاشون، فقط در انگلیسی صحبت میکنن که خیلی اصلا بدم دارن صحبت میکنن و تابلو دوبله خیلی دوبله است. دارن انگلیسی صحبت میکنن و خیلی به نظر من این فازو داره که آمریکا این مثلا اگه مثلا بگم یه غول سرمایه‌داری داریم، یه مثلا بازار، یک جامعه کارگر داریم، آمریکا میشه سرمایه‌داری، بقیه دنیا مثلا حزب کارگرشن. چیزیه که شاید تو آسیا جواب بده منطقش، ولی جسارت کارگردان که همچین پوانی اگه این چیزی که میگن درست باشه لاکار نتفلیکس کرده خیلی خوبه. من سر این قضیه یه ذره با تو تضاد دارم به چند دلیل. یکی این که کره جنوبی عجیب متحد آمریکاه، یعنی اینو اتفاقا اصلا مخفی هم نمیکنه، علنا یه جای استفاده میکنه، فرد با دولت فرق میکنه. ولی اتفاقا فازی که من گرفتم این بود که احساس کردم اونایی که همونایی که میگی با ماسک حیوانی نشون میداد، ببین دوبله که نمیشد بفهمی، یعنی اون خیلی بد بود، کاش زبونه اصلی بود. ولی فرایند داستان، استایلا، اون حرکات و اینا به اشل زندگی آمریکایی نمیخورد، انگار بیشتر به زعم من اروپایی بود داستان. یعنی مهمونا من اروپایی میدیدم، آره شایدم بلد نبودن، ولی من آمریکایی نگرفتم، آمریکایی اونو بروز نمیداد اون حالت. من فکر میکنم این چیزی که گفتی به خاطر این بود که نتونستن آمریکا رو در بیارن، یعنی ضعف بازیکشی شاید باشه، ولی المانایی که استفاده کردنش آمریکا رو رسما گفتن دیگه، اینا از آمریکا اومدن، دختره میخواد مهاجرت کنه برای یه جای بهتر آمریکا، یعنی میدونی یارو میگه از زن و بچه میخوان از کره برای یه دونه جای بهتر برن آمریکا، و آمریکایی‌ها دارن با سرمایه‌گذاری روی کره این کارو میکنن. خب چرا تو کشور خودتون همچین بازی رو نمی‌ذارین، همچین کارو بود که تو کشور خودتون نمی‌کنین؟ چرا ما کره چیو که بازی رو زن بچه‌مون فلان اینا، زن بچه آدم چیزی میره آمریکا دیگه، قرار برن آمریکا اونا. آره از اون ور میخوام برن، آره میخوام برن آمریکا. و مثلا برام خیلی سوال بود چرا آمریکا، خب مثلا چرا کانادا نمیری، چرا انگلیس نمیری، چرا فرانسه نمیری؟ حالا نه میگم چرا پوینتشون آمریکاست. نمیدونم، من حسم اینه که خیلی تضاد فکری بین واقعیت کارگردان با دولت به قول تو. آره مثلا فرض کن بگن آقا یه موقعیت خوبی داری، خب همین الان بیاد بگن بهت یه موقعیت خوبی داریم، مثلا نمیدونم تو دوست نداری مثلا واسه یه شرکت صابون سازی کار کنی، خب بیان بهت بگن آقا ما یه موقعیت فوق العاده برات میذاریم که تو اگه مدیر این شرکت صابون سازی بشی کل ایران میپرستت، خب و یه حقوق خوبی هم بهت میدی، علیرغم این که دلت باشه ولی میخوای اون کارو بکنی، خب توی کارت احتمال این که یه درزایی بدی که اون خشم تو از اون جایی که داری توش کار میکنی نشون بدی پیش میاد، یعنی زیاده. یعنی من حس میکنم کارگردان میگه من دلم نمیخواد واسه هالیوود کار کنم، واسه سینمای اونا کار کنم، نمیخوام گیشه‌ای باشم، ولی صنعت خوبی تو کشورم داره راه میفته، آینده داره، پول خوبی گیرم میاد، من قراره تو دنیا دیده بشم، پس این کارو میکنم ولی به روش خودم. ببین یه مسئله این وسط هست، خب که فارغ از این که تو میگی حالا آمریکایی بودن یا اشاره اصلا به جای خاصی داره، دقت کنی مهمونا یکیشون عجیب هنری بود، شروع کرد یه سری توصیفات دادن که اون یکی گفت آقا تو ساکت شو، ترجیح میدم اصلا حرف نزنی. میخواد بگه که بین این آدمایی که اونجا هستن فکر نکن آهای تویی که خیلی خودتو آدم خوبی میدونی، هنری میدونی، سالم میدونی، انسانی میدونی، توی اون جمع آدم شهوانی بود، اون آدمی که گفت من تو خوشم اومده بریم اونجا، آدم هنرمند بود و خود پیرمرده که کره‌ای بود، چون دقت کنی جلوترش میگه من و دوستان ثروتمندم این بازی رو راه انداختیم، یعنی این پیرمرد کره‌ای تمام و عیار
میدون داره این بازی نبوده. حالا من سوالم از تو اینه، به نظر تو چون این بازی طبق اون چیزی که توی زیرزمین بازیگردان بود، پرونده ها از سال 1999 بود. 99 اولیش بود ولی پیرمرده اون موقع نبوده. آها. به خاطر اینکه نفر اسمش توش نیست، ولی از 2000 خورده‌ای پرونده رو که باز میکنه، اولین پرونده فکر کنم 2002 یا یه 2000 خورده‌ایه که پرونده رو باز میکنه، صفحه اول نفر دوم شروع میشه. این به این معنی که پیرمرده نفر اوله و دلیل نداره اسمش بایگانی بشه. یعنی آخه میدونی که این اولین سالی بود که پیرمرده خودش بازی میکرده. گفته اینو؟ آره توی فیلم میگه من امسال یکی این که داشتم میمردم و تصمیم گرفتم برای آخرین بار شوق لذت بازی‌های بچگیمو زنده کنم، شرکت کردم. تا الان فقط این بود که با دوستام نگاه میکردم و بمیرین ما حال کنیم. ولی سوالم اینه از سال 1999 حالا اون چیزایی که تو از فیلم گرفتی همه میدوندارای بازی کره بودن یا مثلا یه بار اون آمریکاییه بوده یه بار اون اروپاییه بوده؟ چی فکر میکنی تو؟ ببین بهش که نپرداخته که ما فکتی داشته باشیم و از اونجایی که گفته من این بازی رو با دوستام شروع کردم که تفریح کنیم، من میگم که همین آدمایی که اینجا هستن همون موقع هم همینا بودن. یعنی اگه الان اینایی که اینجا نشستن بازی رو دارن نگاه میکنن، همینا هم همین بازی رو ساختن. بس بر من عمدتاً همون حرفی که زدم. آره متوجه شدم. آره خلاصه که من این نکته رو توش داشتم. حالا حسم از فیلم بود که چی میشه، سریال خوبیه در نهایت، یعنی بالا و پایینی های خوبی داره، ولی انقدر منو درگیر نکرد. نه من فقط تنها دو تا جا بود که خیلی تاثیرگذار بود روم. برعکس چیزی که همه میگن، تیله بازی رو اصلا دوست نداشتم. خیلی پیام اخلاقی داشت، خیلی خوب بود، ولی کانال 4 بود. خیلی حوصله سربر بود. همه چی میگن؟ همه میگن بهترین بازی تیله بازیه. به خاطر فکر کنم اوج روانی بازی یا اون همه سمپاتیکه همه میشن. بر من مخه این نبود. من اصلا تیله بازی دوست نداشتم. به نظر من روند داستانی خیلی کند شد یهو. معمولا به خاطر همون دوتا قتل، یعنی یکی علی یکی اون دختره. آره خیلی انتظار نداشته، همه رو خیلی درگیر کرد، در حالی که خیلی سرعت اومد پایین. تو معمولا تو هر اپیزود یه بازی رو تمام کمال یه یعنی نصف اپیزود یه بازی رو تمام کمال میدیدی، نصف دیگه شو اصلا داستان دیگه میدیدی، خارج بازی میدیدی، اینا تو رو میبینی صحبتاشون. ولی تو تیله بازی تو یه اپیزود کامل فقط داری بازی میبینی و بازی هم نمیبینی، همش داری دیالوگای بعد جلوه ویژه مسخره. علی چه شکلی سنگاش جابجا شد دیگه، بابا بی خیال. این دیگه واقعا خیلی دوره. حالا نه مسئلهش اینه اتفاقا انتخاب هوشمندانه ایه همین. چرا؟ تو بازی‌های دیگه چی میدیدی؟ اینا می اومدن بازی میکردن، تو مجذوب بازی کردن اینا بودی. مثلا تو چراغ قرمز، چراغ سبز، مثلا تو طناب کشی، میدونی چی برای تو فقط جذاب بود؟ بازی کنن کی میبره. میای تو تیله بازی های میخواستن بازی کنن که برای تو جذابیتی نداشت. خب مثلا به کانال کولر که حالا تو یه دونه داری، من 3 تا زوج در اومده، میدونی این میاد هوشمندی یاروه، میگه یه بازی آخه یه بازی کم تنش باید بذاره که بتونه توش 2 تا درام مثلا قتل در بیاره، به علاوه یه دونه پند اخلاقی پیرمرده. تقریبا همه اتفاقات تیله بازی افتاده. پس تو الان دوستش داری؟ بازی رو نه، تیله بازی رو من دوست ندارم. یه نکته دیگه هم اینه که اونجایی که میگم بیا روال تیله بازی رو عوض کنیم، میندازیم دور، مال هر کی بیشتر نزدیک دیوار ایستاد، مال اون 2 تا دخترها. اون بازی رو تو بچگیای بابای ما بهش میگفتن بیختیواری دیگه، همون بود دیگه. آره بیختیواری بود.
نمیدونم، بازم به قول تو راست میگی، کل چیزی که سریال نیاز داشته تو تیله‌بازی در آورد. یه تعلیق ملایم نیاز داشت. اصلا خیلی تیله‌بازی شاید جمع می‌کرد، ولی من اصلا با جذاب برای منم نبود. اصلا جذاب نبود. یعنی نه کشتار باحالی داشت، نه هیجانی داشت، فقط صحبت میکردن، صحبتاشون هم خوب بود، باحال بود، عاطفی بود. واقعا نمیخوام بگم انقدر سنگ دل و مسخره هم که ولی تو رو فس میکرد، میگفتی برم یه چای بریزم. آخه مثلا عاطفی چجوری عاطفی بود؟ وقتی علی و چیز بورسیه جلو هم وایسادن، تو کدومو ترجیح میدی؟ نه پیرمرد و اون خیلی عاطفی بود. اون خیلی عاطفی بود. من اینجوری چیز میکنم. آره اون خیلی عاطفی بود، اونو قبول دارم عاطفی بود. بازم من مثلا این شکلی بودم که میمیری دیگه، پیرمرد بمیره دیگه جایی. حالا میدونی چیه؟ پیرمرد اومده بود تو این بازی شرکت کرده بود، براش معنی واقعی بازی رو داشت. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، یه جایی پیرمرده میدونی که مثلا اختیارش رو از دست میده، 2 بار شلوارش رو خیس میکنه. آره. بعد اون یارو میاد براش لباس میبنده. حالا سوال من اینه، اون جاهایی که پیرمرده این کارو میکرد واقعی بود کارگردان گذاشته یا واقعا یه آدمی انقدر میره توی نقشش که بخواد خودشو به اینا بقبولونه که منم یکی از شما هم که شلوارتو خیس کنی؟ این چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم کارگردان که بی‌معنیه اینجا، منظور بازیگردانه. نه میخوام بگم که فکر کنین داستان واقعیه، این کارو میکرد پیرمرده من فکر میکنم انقدر این کارو نمیکرد ولی انقدر میترسید. چون ببین درسته که تو بازی رو چیز کردی ولی دلیل نداره که تو بازی خودت مثلا چون توشی. ببین مثلا بازی اولو خیلی چیزهای مختلف در مورد پیرمرد گفتن مثلا دستگاهی که کله رو میچرخون، هم بازی چراغ قرمز چراغ سبز، اون دختری که کلش میچرخید چیز میکرد، پیرمرده رو نمیدید که مثلا اینجوری نبود، پیرمرده رو قشنگ نشون میده. یا مثلا دستای رو باز بسه یه سری چیزای این چلی در مورد اینکه پیرمرده چه شکلی از بازی جون سالم داره در میاره. اون رفت تناب کشی چی؟ آره تناب کشی چی. منتها قضیه اینجاست که یه راه دیگه ای هم وجود داشت این بغل، همون چیزی که تو خودت هم گفتی، اینا رو حفظ بوده. بازی چراغ سبز چراغ قرمز و موزیک و حفظ بوده، میدونسته که تمام میشه، خب وای میستاده. یا بازی تناب کشی مثلا فوت آب بوده، میدونسته باید چیکار کنه تناب کشی ببره، کجا نمیتونسته لا بده شیشه ایه، کجا بیمورد تیله‌بازی. تو تیله‌بازی با میمورد چون دیگه تو شیشه ایه نمیتونسته ادامه. تو تناب کشی هم اگه تریک اون بورسیه نبود که تریک پیرمرده کار نکرده بود، داشتن مینداختنشون پایین. خب نه دیگه ببین اصلا حالش به همین بود، میگه دارم حال میکنم، چون واقعا معلوم نیست که منی که مالک این بازی هم زنده ات توی بازی بعدی بیرون بیام. قبول دارم. خب یه جایی هم بیا اگر واقعیت بیام بیرون، یعنی من اینایی که گفتم مثلا واقع بینانش این بود که اگه من پیرمرده بودم، ولی خب مثلا کارگردان بعد یه چیزی بهش بدیم که یه کاری باید میکرد که 2 تا اپیزود تناب کشی نشونه ما بده. اگه مثلا قرار بود تیری که پیرمرد جواب بده که تو همون 5 دقیقه اول اینا میبردن و میومد، ما دیگه بقیه رو نمیخواست ببینیم که، پس بعد یه کاری میکرد که مثلا این تیکه جواب بده دیگه، یعنی اپیزود طولانی شه. ولی در نهایت حس میکنم که پیرمرده تو شرایط طبیعی خودش میترسید واقعا. این شرایط رو انقدر سخت کرده بود که اینقدر بازی جدی شده بود که مثلا خودش هم ایشهی بود که من با اینکه میدونم ولی میترسم و مثلا میششم تو خودم. 218번, 456번 마지막 게임에 오신 것을 환영합니다. 게임에 앞서 공수를 가리는 동전 던지기를 하겠습니다. 세모와 네모 중 선택하세요. 세모. 세모입니다. 공격과 수비 중 선택하세요. خیلی خوب، اگه موافقی که بریم اپیزودهای آخرم با هم بررسی کنیم و یه جنبندی راجع به این سریال داشته باشیم. من روی اپیزودهای آخر مثلا یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اون لحظه‌ای که توی
آسمان خراش پیرمرده خوابیده میگه بیا پیش من. روی اینا یه شرط بندی میکنن. یکیش اینه که پیرمرده تا لحظه آخر دلش میخواد بازی کنه و هنوز شرط ببنده و اینجوری لذت ببره. نکته بعد اینه که اونجایی که میگه اگر تا نیمه شب کسی اومد کمک این، آخرت زمانبندی و فیلم هندی و فیلم ایرانی اون خیلی بد بود. یعنی 3 ثانیه مونده به داستان اصلا واقعی بود. بعد یارو بره بیاد کمک بیاره. اصلا نکتم سر همینه. به نظر من پیرمرده برنده شد. بگو چرا؟ یارو نرفت که کمک بیاره. این یه تعبیره، میتونی تو هم تعبیر خودت بشه. به نظر من پیرمرده برنده شد، چون اون آدمی که رفت پلیس آورد میتونست تلفن بزنه پلیس بیاد کمک یارو، یا به اورژانس زنگ بزنه. اون آدم موقعی که اول برگشت سر یارو جیبشو زد و بعد رفت کمک آورد و در نهایت برنده اصلی این من میگم اون لحظه ای که رفت پایین دولا شد بلند شد رفت اومد جیبشو زد، وگرنه میتونست یا زنگ بزنه به آمبولانس یا زنگ بزنه پلیس یا اصلا بره بیاد. اون که خیلی مسخره. من نظرم اینه که پیرمرده برد و اون آدم انسانیت نکرد، جیبشو زد و روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. عجب مثلا قشنگی. ببین من فکر میکنم که دلیل اینکه یارو خم شد رفت زنگ نزد این بود که کارگران خواسته تعلیق ریزی ایجاد کنه که تو پدر در بیاد تا آخر اپیزود که چی میشه، میبره یا نمیبره. ولی مثلا چی بود تا یا پیرمردی که گفت چیزایی که میخواست بگه رو که گفت و جالب اینجاست که ما بیشترشو اصلا پیرمرده نشنیدیم. من بیشتر سوالامو اون آمریکایی موقعی که چیز داشت این کشید بیرون، یعنی مثل سوالاشو که پرسید آمریکایی چیزایی هم جواب داد، یعنی یه سری نکته ها رو گفت. پیرمرده فقط داشت میگفت چرا این کارو کردیم، مثلا اینقدر برام عجیب نبود. کجا رو میگی منظورته که آمریکایی بود؟ اون یه تیکه که میبره تو اتاق حرفی نمیدار فیلم میگیره، نشون نمیده که فیلم میگه تو منو اینجوری راضی کن، رکورد میاد بیرون. راست میگیره. حالا شاید اصلا تو سیزن بعد نشون بده که یارو چیا گفته. اون که احتمالاً زیاده. جواب سوالامونو نداد. ولی جواب سوالامو نداد. نه. آره ولی پیرمرده چرا یهو پیرمرده همه رو گفت. ولی مثلا یه دیالوگ قشنگ که داشت میگفت وقتی تو زندگیت هیچی نداری و موقعی که بی اندازه پول داری زندگیت یه شکله. این دیالوگ قشنگه، یعنی در میاد از توی این سریال که پس فردا توی یه پیجی چه میدونم جایی بولد شده ببینی به نظرم خوب بود. آره نه 20 سال بعد. آره 20 سال بعد. حالا یه سری سوالا اینجا مطرحه، یعنی فکر کنم اینا رو که رد کنی میرسیم به اینجا چه چیزایی سوال مونده و میشه سرنخ این که اگر اپیزود دومی ساخته بشه سیزن دومی ساخته بشه چیا قرار باشه. مثلا چرا داداشه همون بازیگردان خودمون که یکی از برنده های این بازیه تو دم و دستگاهه و اینقدر پست بالایی گرفته. حالا اینو گفتی بذار یه سوال جالب بپرسم، برای چی داداش شلیک کرد به داداش خودش؟ خب که لو نده؟ نه اینکه مشخص بود، به خاطر اینکه میگفت ببین من طبق پروتکل‌ها باید تو رو بردارم ببرم یا بکشمت یا به هر صورت تو باید پاک بشی، من میزنم تو بازوت تو میفتی پایین. پس تو میگی نمرده موندی. یعنی من بین این که مرگ 100% تو و زنده موندن 30% تو این آب سرگردان من اینو انتخاب میکنم. من فکر میکنم اینه. خیلی قشنگ گفتی. پس اتفاقا هندی داستان خیلی اوجشه، خیلی اوجه. پلیس زنده میمونه، یعنی پلیس زنده میمونه، فیلم‌ها رو میرسونه به دست آگاهی و با کلان میریزن سر اینا، خودش میاد شرکت میکنه. من میام جرتون بدترین اتفاقی که سیزن 2 میفته که کاش که این سریال مینی سریال بود و تموم میشد. 2 تا اپیزود دیگه هم بدون سوالم تموم میشد. بدون 2 تا اپیزود دیگه مینداختن تنگ همین 9 تا میشد 11 تا مثلا تایش
میبست میرفت. آره الان سیزن 2 چی میشه؟ یا دو حالت دیگه، چند تا حالت هست، من دو تاش بگم شایع ترینشه. مو قرمز کاراکتر اصلیمون برمیگرده تو مسابقات، دوباره از اول شرکت میکنه که برسه پدر همشون در بیاره. شرکت که نمیتونه بکنه، برمیگره برای انتقام. اونا راش نمیدن. چرا راش ندادن؟ فکر کنم تلفن زد دیگه. تلفن زد گفت نه، گفت بهتره که نیای، نگفت برو رات نمیدی، گفت سوار اون هواپیما شدی. خب نگفت رات نمیدیم که. آخه با خیلی شانس باشن اون آدمو ثبت نام کنن. مسابقه است دیگه. یعنی این خیلی دیگه مسخره. آخه مثلا بازی اسمش هست که اسکوید گیم، یعنی بازی مرکب. خب از بازی مرکب، معنی مرکب بودن، معنی زندگی پیچیده، جذابه. ولی بینندگان اسکوید گیم بازی رو دوست دارن، گیم ها رو دوست دارن، اون اتفاقاتی که تو گیم ها میفته رو بیننده ها دوست دارن. اینو بگیری ازش چیزی نداره دیگه این سریال. اصلا باید آدم تکلیفش رو معلوم کنه. خب داشتم با یکی از بچه‌ها حرف می‌زدم، بدترین حالت ممکنه سیزن 2 اینه که رو حول این محور بچرخه که مو قرمز بیاد واسه انتقام و از بین بردن تشکیلات. بهترینش چیه؟ بهترینش اینه که درشو تخته کنه. میدونی چی میگم؟ اصلا خیلی مسخره است، به خاطر اینکه اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ به زعم من اصلا اسکوید گیم عادلانه است. همه اون آدمایی که رفتن بیرون و برگشتن میخوام بگن ببین ما اینو قبول داریم دیگه، تو کاسه داغ‌تر از آش نشو. و یه نکته دیگه، ببین همه آدمایی که اون تو بودن قبول کرده بودن که تحت یه سری شرایط این کار رو انجام بدن. حالا اینکه تو بیای بشید کاسه داغ‌تر از آش یه چیز بی‌معنیه. یارو میگه ببین من اصلا برام مهم نیست، من میخوام اگر قرار این اتفاق بیفته و خودم و نسل در نسلم خوشبخت زندگی کنن اینو میخوام، اگر نه نمیخوام. اصلا بذار من اسکوید گیم که هیچی، اصلا تو خیابون بی منو با تیر بزن. خب حالا این اومده شده کاسه داغ‌تر از آش، بابا تو برو پای مامانتو بچسب اونجاش. این که خیلی مسخره است. بعد یه پپه الان برگرده بر ما زوروشه مو قرمز کرده با کچربار مثلا بیاد الان همه، یعنی واقعا افتضاح. همون اتفاقی که تو سیزن 3 مانی هیس افتاد، چه دلیلی داشت سریال ادامه بدن؟ خب بچه‌ها دور هم جمع شیم، یه دونه یه بانک دیگه بزنیم. همون تراژدی، همون اتفاق، خیلی بد بود، همون قضیه بی‌کیفیت‌تر، فقط فضا چاخان‌تر، از فضا از یه دونه پول چاپ کنی رفته توی بانک. همونه دیگه، خودش که همونه. به خدا همون اتفاق هم تو این میفته. نگاه کن اگه نتفلیکس همین سیاست رو استفاده، میگم شباهتش تا کجاست، همین اتفاق هم میفته. دوباره همین بازی رو تکرار میکنه، این برمیگرده. حالا این سری تو این بازی جدیده ببینیم چه رولیو داره، چه دیدگاهی داره، میخواد بازی‌های جدیدی احتمال رو کنه. این قراره با چه سیاستی توش باشه نمیدونم، ولی من حسم اینه که سیزن 2 قراره دوباره همین بازی‌ها رو ببینیم و همین روند تکراری. تهش قراره یه دونه زورو بازی بکنه و مثلا خودش هم احتمالاً لای این که 4-5 نفر رو میکشه کشیشی بره. من میگم فصل بعد ساخته میشه و همینو میگم، روالم همینه. حالا چرا؟ اون میگه آقا من یه خط مشی دارم، یه راه پول در آوردن دارم، یه فرمول تجاری دارم که کار میکنه، به مخاطبم هم ربطی نداره. چرا؟ به همون دلیلی که 1000 تا مثلا چه میدونم آمریکاز گات تالنت ساخته شده، 1000 تا ایندیا گات تالنت ساخته شده. علت چیه؟ علت اینه که این مسئله کار میکنه. 100 سال دیگه هم این مسابقه استعدادیابی ساخته میشه با همون فرمولی که 50 سال پیش ساخته میشده. چرا؟ چون خود سیستم و خط مشی ایناست که کار میکنه. الان تو سیزن جدید یه سری بازی جدید میذاره که تو وقتی اون اپیزودو نگاه میکنی حال میکنی، بازیه برات جذابه، میگی بابا
ببینم این آدمی که من طرفدارشم زنده میاد بیرون یا نه. میتونی نه. همین برای تو بسته، تو دیگه بقیه چیزاش عموما نگاه نخواهی کرد. برای همین مطمئن باش ساخته میشه، با همین فرمونم ساخته میشه، ولی حیفه چون میتونست اگه ساخته نمیشد میرفت کنار سریالایی که بگی یا مثلا 4 سریال برتر رو بذار من اسم ببرم مثال نمیگم لزوم، ولی الان دیگه میره تو این حالت که مثلا داغان. اینو دیدی واقعا؟ ما صحبت نکن. آره برو اونه تو ببین. برو اونه تو ببین واقعا. خیلی بد میشه اگه سیزن 2 ساخته شه. حالا دیگه فکر کنم چیز خاصی نداریم دیگه. نه دیگه یه چیزی که کامل زدیم. جمع بندی کنیم چطور بود در نهایت؟ به نظر تو سریال خوبی بود؟ به نظر من سریالی بود که میشد بهش کردیت داد، مخصوصا این که به قول تو از یه جایی یه نقطه از دنیا اومده که اصلا کسی انتظارشو به اون صورت نداره. من بهش کردیت میدم، نشستم نگاه کردم، بدم نیومد، برام مثلا جزو خیلی برترینا نبوده و در مجموع ازش راضیم. اگر ادامهش ندن، بقیهشو نسازن و دست از سر این داستان بردارن، من فقط به یه شرط حاضرم، پیرمرده زنده بشه. یا علی اون دوست داشتم. آره اون که خیلی عجیبه، اصلا یکم نمیبینم. اصلا خیلی بردشه. دیدی که برلینو تو سرقت پول برلین مرده دیگه ولی زنده است و واسه خودش داره. دیده اینقدر مردم باش حال کردن، اصلا کسی نیست از برلین خوشش نیاد. حالا جالب اینجاست که من گفتم 2 لحظه بود که من خیلی احساسی شد. یکی صحبت پیرمرده بود که مثلا خیلی چیز بودن، یکی مرگ دختر تیزی کش است. اصلا فکر نمی کردم اونجا کرد تو گردنشو منظورته؟ پسر بیا گردن اینو بزنه. پسر بورسه میاد میکشدش. آخه معلوم بود اونجا رفتنیه ولی نه این شکلی. من انتظارشو نداشتم. در وا شد منم جا خوردم. واقعا خیلی چیز بود. اصلا خودکشی پسرم چیز بود یه ذره ملالامر. آخه میدونی اگه پسر خودکشی نمی‌کرد بهش هم گفت ببین اسکل این همه آدم مردن، اون یکی زنش مرده، تو الان پول که تقسیم میشه بین اونا یکی 1,500,000 تومان میشه، همون مثل یارانه ما. اسکل بیا حداقل اینو بردار، حداقل 10 نفر رو درست حسابی به چیز برسون. اتفاقا برای من خیلی اگر پسر خودکشی نمیکرد اصلا ببین یعنی بندو دور، من خواب ستایش ببینم. شکایت کن از سایتی که دانلود کردی، خواهشن سریع بریزن جمعش کن. آره نه یا تو این دادگاه. خلاصه که سریال خوبی بود، بدی نبود. من در کل سریال رو اینجوری میگم که اون هزینه و وقت و انرژی که سر تبلیغات این سریال شده از سریال بیشتره. یعنی اونقدری که تبلیغاتش منو جذب سریال کرد، خود سریال منو جذب خودش نکرد. تبلیغاتش خیلی قویه، خیلی خوب سر صدا کرده، ولی من اون سریالو به چشم یک سریالی که خب یه بار ببینیم دیگه نبینیم. من واقعا مثلا بخوام به یکی توصیهش کنم میگم ندیدی، اگه اینو دیدی وقت کردی اینم ببین، بدی نیست، سریال خوبیه. من اون سریال نیست بگم اینو ندیدی واقعا، یعنی نمیخوای ببینی اینو. اصلا خیلیا الان این سریال رو دیدن چون داغه. یارو میگه بابا من
مهمونی میرم، بیرون میرم، اینستاگرام میکنم با ببینم، وگرنه انگار اصلا با هیچ حرفی ندارم بزنم. شاید یه سال دیگه هیچکی به هیچ کس پیشنهاد نکنه این سریال رو ببینه. اما خیلی ایده هوشمندانه. منم اگر یه کاری توی یه کشوری، تو ایران، توی کره، هر جا بودم و میخواستم کشورم رو اینجوری عرضه کنم، دست رو همچین محتوایی میذاشتم. چرا؟ دست رو بازی گذاشته. همین الان تو کلی از کشورها دارن این بازی رو انجام میدن. خیلی تو امارات که اصلا عجیب شده، بازیش اومده و این خب چیز دیگه. یا مثلا تیک تاک، میلیون ها آدم کارهایی که اینا کردن، داب اسمش فلان بیسکویت تو تیک تاک بولد شد. یعنی اینا خداییش یه کردیت فرمول بوده، اقتصادی بوده، دست رو خوب چیزی گذاشتن. خیلی خوب چیز کردن و الان واقعا هر چیز رو نگاه کنی کره این سریال هست. یعنی همه دارن همین عددفاره این سریال رو در میارن. یعنی کردیت اگه بخوایم به این سریال بدیم، باید کردیت بدیم به تاثیر مثبت که نه، تأثیری که رو ذهن مردم گذاشت. اون هوشی که پشت این داستان بود که تا فکری که اینو طراحی کرد. یعنی از تو مانی هیس فقط یه ماسک اومد بیرون. از پشت این سریال دیگه کم مونده اون تنورایی که دارن اون بیاد. آره اونو دیگه مثلا مردم در بیارن. همه چی در اومده. خیلی خب دیگه رسیدیم به پایان اپیزود دوم بازی مرکب اسکوید گیم. در کل سریال ببینید، سریال خوبیه، سریال بدی نیست. مرسی که تا الان بهمون گوش دادین. سعی میکنیم از به بعد سریعتر اپیزود تولید کنیم، تولید محتوامون بیشتر بشه. همین، مرسی که هستین. خدا نگهدار. در نهایت فهم کنم همه چیزایی که باید گفته میشد گفته شد. مثل همیشه خیلی خوشحالیم که به ما گوش دادین. اگر نظراتتون و اون چیزی که راجع به این سریال یا هر کدوم از اپیزودامون با همون در اشتراک بذارین، خیلی بهمون انرژی میده، کلی حس خوب میگیریم. تا اپیزود بعدی، یه فیلم دیگه، شاید هم یه سریال دیگه، مواظب خودتون باشین.